سلام دوستان، وقتتون بخیر. اینجا آخر شبه که ما قولنامه رو نوشتیم و مغازه رو تحویل گرفتیم. اومدیم یه چکی بکنیم، یه فیلم بگیریم از مغازه که سال دیگه که خواستیم تحویل بدیم ببینیم که مغازه رو اینطوری تحویل گرفتیم. یه سری لامپا سوخته، یه سری جا عیب و ایراد و سوراخ داشت کاشیا و اینم از وضعیت سقف و چراغایی که داخلشه و یه دیوار آجوری هم اونجا داریم، لوله‌های آب و پریزا. این آقا اومده گفته اینجا قراره چی بشه؟ قراره کافه بشه. اومدیم بیرون دیدیم یکی از کاشیای بیرون از اون بالا هم افتاده، این زیر هم که خب آب داده و دیگه حالا اینا رو یواش یواش ما باید درست بکنیم. ایشون هم آقای فریدونی هستن، املاکی، که واسه ما قرارداد اینجا رو بستن و صبح روز بعد شد. اومدیم یه سر دیگه توی مغازه بزنیم. معمولا یه همچین وقتای آدم واقعا استرس میگیره وقتی که با یه مغازه خالی طرف میشه که حالا قراره کلی چیز بیاد داخلش، کلی ابزار بیاد، دستگاه بیاد، چیدمان بشه. خب آدم خیلی استرس میگیره. اون جایی که من انبار داشتم و از قبل بسیلام داخلش بود، چون من قبلا کافه داشتم، یه سری دونه قهوه داشتیم که توی کامپوزیت بود، جا نبود ما اونجا مانور بدیم. اینا رو تصمیم گرفتیم که اول بیاریم بذاریم تو مغازه یه طرف بچینیم. اینم تابلویی که قبلا داشتیم، من قبلا یه جای کافه داشتم جمع کرده بودم و یه استراحتی به خودم داده بودم. اینم از وسایلمونه که آوردیم این گوشه چیدیم که حالا بعد یکی یکی نصبشون بکنیم. اینم تابلوی ما هست، آرتین کافی، همه رو چیدیم این گوشه و اینم از کامپوزیت قهوه‌ای هست که داشتیم. خب اومدیم یه قهوه بخوریم پیش کافه کناری که همسایه‌مونه و اینم سیستم بار سیار ماه. من قبلا اینو واسه جای ساخته بودم، الان بی استفاده مونده بود و خب میخوایم ازش استفاده بکنیم. و بله، بچه عزیز و دوست داشتنی من، دستگاه رستمونه که اومدیم ببریمش. اینم داخل انبار بود. امیر میبینیم که میخواد بکشه دستگاه رو بیرون و من بهش میگم وایس تا دور برشو خالی بکنیم. آره داره میگه که یه چیزی اون زیر هست و من میبینم آره از سالها پیش، 7-8 سال پیش که کافه زده بودم و قبل کرونا جمع کرده بودم، یه سری وسیله اون زیر مونده بود. این هم دستگاه، این هم پلاستیکیه که روش کشیدم که خاک نخوره. اینا رو داریم برمیداریم که بریم سمت ماشین آقا مهران، اینا رو بذاریم داخل و بیفتیم بریم سمت کافه. اصلا نگاه به این جسه کوچیک نکنید، این دستگاه خیلی سنگینه و ما هر سری که اینو جابجا میکنیم هم خیلی 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 محتاطیم، همین که پوستمون کنده میشه، چون واقعا خیلی این دستگاه سنگینه و خب میطلبه که همینقدر هم وزن داشته باشه. سر دستگاه رو گذاشتیم داخل وانت و بعد ترش رو بلند کردیم و دیگه سر دادیم، دستگاه رو رفت داخل. قبلا که داشتم دستگاه رو جابجا میکردم میزش یه مقداری دست میکشید. حالا میخوام میز رو برگردونم و ببینم پایه‌ای که زیرشه مشکلی براش پیش اومده یا نه، که اگه مشکل براش پیش اومده تا دستگاه رو جای جدید نبردیم همینجا درستش بکنیم، حالا یا چرخش رو عوض بکنیم یا هر عیب و ایرادی داره رفع کنیم. که خب هر 4 تا پایه رو نگاه کردم دیدم چیزیش نبوده. حالا احتمالاً اون موقع یه چیزی زیر پایش گیر کرده بوده که یه دست میکشیده، یا حالا سطحی که ما روش دستگاه رو گذاشته بودیم ناهموار بوده که خب خدا رو شکر این قضیه خیلی ما رو جلو انداخت و دیگه نمیخواست واسه این وقت بذاریم و این هم گذاشتیم داخل وانت آقا مهران که بریم به سمت جایی که گرفتیم. ما از اون جایی که از سرای برق گرفته تا ابزارهای تخصصی، پیچر رو نمیدونم اینجور داستانا، آسیاب و دستگاه و این چیزا همه چی داشتیم، قرار بر این بود که خب چیزی نخریم و این مغازه کوچیک که حالا بیشتر برای تولید محتوا و یه سری کارهای دیگه گرفتیم و بدون هزینه راه بندازیم. این هم
میز بار سیارمونه که چیزی تا اونجا راه نبود. از جایی که گذاشته بودیمش تا مغازه‌ای که گرفته بودیم من خودم تنهایی داشتم هول میدادم، روی جاده میرفتم. این میز بار سیار خیلی ما رو جلو میندازه، یعنی ما فقط نیازه که دیگه دستگاه رو بذاریم روش، خودش مخزن آب داره، پمپ آب داره، نور داره، خیلی داستان داره. حالا اگه یه موقع دوست داشتین که ببینید این چیه و چه جوری ساختم و دقیقاً واسه چه کاری ساختم، چون اصلا واسه کافه اینا نساخته بودم، بگید که ویدیوی تنها و کامل از اون میز بار سیارمون براتون بگیرم. دستگاه رو سوردیم داخل گذاشتیم. خب حسابی خاک گرفته، یه 6-7 ماهی که من باش کار نکردم. قراره که فیکس بکنیم یه جایی، یعنی وسایل رو یه جوری بذاریم که کامل فیکس نشه. اینجا دارم زنگ میزنم به ابوالفضل. حالا ابوالفضل کیه؟ کسیه که کلا کارهای برقی ما رو انجام میده. من از اون جایی که دیگه حال و حوصله قبلا ندارم و دیگه دوست ندارم همه کار رو خودم بکنم، سعی میکنم که از بقیه برخلاف میلم کمک بگیرم. اینجاست که زنگ زدم به ابوالفضل، برق کارمونه، بیاد واسه تعویض لامپای روی کنافه و تابلوی بیرون، که ابوالفضل میگه من سر کارم، یه نصف روز بیشتر وقت ندارم، بعد میخوام برم مسافرت. من گفتم بابا یه کاریش بکنم برس به ما. اینا ما قبلا بستیم، یه تیکه از این میله شکسته بود و این چراغایی که میبینید درست فیکس نمیشونن. این هم از جعبه ابزار رو ما اومدیم ببریم، دیستریبیوترمون هم افتاد و خب حالا انشاءالله که چیزیش نشده. این یه مقدار وزن زیاده، خیلی داریم با دقت میلیمتری اینو میبریم داخل میز بار سیارمون که اگه گوشش به این سکوریتا بگیره دیگه حالا داستان میشه و بیا و اینو جمعش بکن. آره دیگه به هر داستانی بود، هر ضربی بود بردیمش داخل.